با این روش 100% آنتن همراه اولت رو میتونی فعال کنی. اول سیم کارت رو حالت 2G قرار میدیم. از قسمت نتورک سلکشن اتوماتیک رو قطع میکنیم. روی کد 43211 یا همراه اول میذاریم. حالا 10 بار این دستگاه حالت هواپیما میکنیم. برای بار آخر از هواپیما در نمیاریم. سیم کارت رو باز در میاریم توی گوشی دستگاهی که رجیستر شده. حالا فرق نمیکنه اندروید باشه iOS باشه میذاریم. صبر میکنیم آنتن بیاد. آنتن که اومد این رو حالت 2G میذاریم. نتورک سلکشن رو باز قطع میکنیم میذاریم روی همراه اول یا 43211. روی همراه اول میذاریم و یک تماس دوباره برقرار میکنیم. میذاریم تماس اون 10 ثانیه 15 ثانیه برقرار باشه. تماس رو قطع میکنیم. تو حالت هواپیما سیلیکات رو در میاریم. دوباره تو گوشی آیفون رو میذاریم. بعد آنتنمون قطعا با این روش برمیگرده. حالا اینترنت رو میتونیم بذاریم رو 3G که سرعت بالاتری داشته باشه. بعد یه مدت اینجا 3G میشه.